در یکی از پست ها با عنوان بهشت چه شکلیه، وقتی از طبقات بهشت صحبت کردیم، بانوی پیغام دادن و گفتن بهشت طبقه نداره، در داره. دوستان، منظور از طبقات بهشت کیفیت زندگی بهشتیانه. در و طبقه و هر واژه دیگه فقط یک تمثیله. زبان قرآن زبان تمثیل و نشانه است. شما در این دنیا به افرادی که زندگی با کیفیتی دارن میگین طبقه مرفه و به افرادی که زندگی خیلی ضعیفی دارن میگین طبقه فقیر. این طبقه مگر طبقات ساختمونی که بگی طبقه اول یا طبقه دوم؟ خیر، این طبقه بندی به معنی کیفیت زندگی افراده. هرچه در بهشت به طبقات بالاتر بریم، کیفیت زندگی بهشتیان بهتره و کیفیت زندگی طبقات پایینتر ضعیفتره. در دوزخ هم به همین شکله. این مسئله رو در نظر داشته باشید. جهنم یکی از طبقات دوزخه. دوزخ 7 طبقه داره و هرچی در دوزخ به طبقات پایینتر برین، کیفیت زندگی دوزخیان بدتر و زندگی سختری دارن. و این کیفیت زندگی همونطور که تو پست قبلی گفتیم بستگی به میزان رشد روحی افراد در رحم دنیا داره. همونطور که در پست‌های مربوط به عالم زر توضیح دادیم، در حرکت روح ما از عالم زر به این دنیا خداوند بر کسی ظلم و ستمی روا نداشته. اگر کسی کور و گنگ و کر و معلول وارد این دنیا شده، ضعف‌های خودش در عالم زر باعث شده. در آخرت هم خداوند بر کسی ظلمی روا نداره. ارواح دوزخی و جهنمی به این دلیل که از رحم دنیا برای رشد روحی استفاده درست نکردن، عذاب جهنم رو به دوش میکشن. شما در این دنیا این حرفو خیلی شنیدید که مثلا یک نابینا یا کسی که ناشنوا یا معلول جسمیه میگه دنیا برام جهنمه. خب چرا دنیا براش جهنمه؟ دنیا با این همه نعمت، زیبایی، چرا میگه جهنم؟ چون او ابزارهای لازم برای لذت بردن از این دنیا و نعمتهای دنیایی رو نداره. یا کسی که فقیر و وضع مالی مطلوبی نداره و نمیتونه از نعمت دنیا بهره مند بشه، تو صحبتاش اشاره به این میکنه که از این زندگی جهنمی خسته شدم. تو دنیایی که پر از خونه و ماشین و ثروت و امکانات و نعمات زیاده، چرا باید برای او جهنم باشه؟ چون او توانایی استفاده از این نعمت‌ها رو نداره، چون او سرمایه لازم نداره تا بتونه از این نعمت‌ها استفاده کنه. دوزخ و جهنم اون دنیا هم به همین شکله. افرادی که وارد دوزخ میشن، روحشون چشمی که بتونه زیبایی معرفت حق و نعمات بهشتی رو ببینه نداره. به این دلیل که روحشون رو در رحم دنیا به تکامل نرسوندن، ابزارهای لازم برای لذت بردن از نعمات اخروی رو ندارن. روح اونها سرمایه‌ای نداره که بتونه از اون نعمات بهره مند بشه. و چون اونها هیچ لذت و بهره‌ای ندارن و نمیتونن از امکانات اون دنیا استفاده کنن، آخرت براشون جهنمه. وضعیت روحی یه سری خیلی وخیمه، مثل بچه‌ای که سقط شده وارد این دنیا میشه و هیچی از این دنیا نمیفهمه. در صحرای محشر هم یک عده از بس در این رحم دنیا کمکاری کردن، روحشون سقط شده وارد محشر میشه. و همونطور که یک نوزاد سقط شده در این دنیا هیچی نمیفهمه، اونهایی هم که روحشون سقط شده وارد محشر میشه هیچی در آخرت نمیفهمن. سن روحی خیلی از افراد در آخرت در حد یک نوزاد هم نیست. پس به اندازه‌ای که یک نوزاد میتونه از لذت‌ها بهره ببره، اونها میتونن از لذت‌ها بهره مند بشن. برای اینکه ذهنتون رو نزدیک‌تر کنم، به این فکر کنید که یک نوزاد نمیتونه لذت راه رفتن رو بچشه، نمیتونه لذت حرف زدن، لذت اینکه در یک جمعی حضور داشته باشه و با دوستانش وقت بگذرونه، لذت رانندگی کردن، لذت رابطه جنسی و خیلی از لذت‌ها رو اصلا یک نوزاد درک نمیتونه بکنه. در آخرت هم به همین شکله. اونی که روحش در رحم دنیا در حد فهم یک نوزاد رشد کرده، اون دنیا نمیتونه نعمت‌های بهشتی رو درک کنه و معرفت حق برای اون هیچ معنی نداره. بنابراین وضعیت ما در دنیای بعدی بستگی به این داره که در این دنیا روحمون رو چقدر در این رحم رشد داده باشیم و کیفیت و بهره‌مندی که از نعمت‌های اخروی داریم جایگاه یا همون طبقه زندگی ما میشه. سفید ریشه‌ای که تو پست‌های قبلی توضیح دادیم همگی بهشتی هستن. اصحاب یمینی هستن که وقتی از پل صراط عبور میکنن، چون نیکی‌هاشون بیشتر از بدی‌هاشون بوده، وارد یکی از طبقات بهشت میشن، بسته به اینکه چقدر روحشون رشد کرده باشه و بسته به اینکه چقدر خوبی و نیکی داشته باشن. این نکته هم از پست‌های قبلی در نظر داشته باشید که اصحاب یمین همگی نسبت به اصول دین فهم دارن. اما اصحاب شمالی وارد دوزخ میشن. دوزخ 7 طبقه داره که هر کدوم از این طبقات نامهایی دارد، مثل سعیر، حطم، حاویه و غیره. جهنم بدترین و نازلترین جای دوزخه، یعنی طبقه 7 دوزخ. در پل صراط که اعمال حساب کتاب میشه، انسان‌هایی که اصول دین دارن اما فهمی از این 5 اصل ندارن، همگی راهی دوزخ میشن. در پست‌های قبلی با بررسی تفاوت سیاه ریشه و سفید ریشه ها این موضوع رو مفصل توضیح دادیم که انسان‌های سیاه ریشه همگی اهل نماز و روزه و عبادتن، 5 اصل دین رو هم دارن، یعنی خدا رو به یگانگی باور دارن، به معاد و جهان بعدی اعتقاد دارن، عدل و امامت و نبوت رو هم قبول دارن، اما از این 5 اصل دین معرفتی ندارن و در رحم دنیا نیروی تفکرشون رو رشد ندادن تا به معرفت اصول دین برسن.
اونها هر چقدر هم در این دنیا نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، حجاب داشته باشن، حق الناس رو رعایت کرده باشن و خلاصه تمام اعمال عبادی رو کامل و به درستی و بدون نقص انجام داده باشن، اما نهایتاً چون نسبت به اصول دین فهم ندارن، همگی وارد دوزخ میشن. اما اینکه در کدوم طبقه دوزخ قرار بگیرن بستگی به میزان اعمالشون داره. هرچه اعمال نیکشون بیشتر بوده باشه در طبقات بالاتر دوزخ قرار میگیرن و هرچه کمتر نیکی داشته باشن به طبقات پایینتر سقوط میکنند. و اینکه چه مقدار در دوزخ بمونن هم به میزان کردار بدشون بستگی داره، یعنی به اندازه بدیهاشون تو دوزخ عذاب میکشن. در پست قبلی شرح دادیم که این عذاب چطوریه و علت رنج اونها چیه. افرادی که در 6 طبقه اول دوزخ هستن بعد از اینکه هزاران هزار سال عذاب کشیدن به واسطه این عذاب پاک میشن، بعد از اون وارد بهشت میشن. اما جهنمیان فیها خالدون هستن، یعنی الالابد در جهنم میمونند و هرگز از جهنم آزاد نمیشن. در پست‌های آینده درباره سیاه‌ریش‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم، اینکه اونها بعد از آزادیشون از دوزخ چه سرنوشتی دارن و زندگیشون تا ابد به چه شکل خواهد بود. در پست بعدی می‌خوام توضیحاتی بهت بدم تا کمکت کنه بتونی متوجه بشی اگر با وضعیت همین الانت از این دنیا بری جزء سیاه‌ریشه یا سفیدریشه و در هر دسته‌ای که هستی جایگاه اخرویت کجاست. اگر می‌خوای زندگی اخروی خوبی داشته باشی، پیج منو فالو داشته باش و مطالب رو به صورت یکپارچه و مرتب ببین. حمایت از این پست با لایک و نظر فراموش نشه. برای اینکه در ثواب نشر این مطالب شریک باشی، حتما پست رو برای دوستت بفرست.